کانال یوتیوب اشعار به نام‌های جاودان و منظور معرفی شخصیت‌های انقلابی که نه تنها در جبهه تفنگ رزمیدند، بلکه قلمشان هم چون تفنگشان در افشا و نابودی چهره‌های سیاه ارتجاع و امپریالیسم اثرگذار و ماندگار بوده است. ایجاد این کانال یک قدم و یک حرکت بجا و ضرورت زمان ماست. انقلابیون راستین چی در زندانهای وحشتناک دشمن اسیر بودند و چی در جبهه داغ جنگ مقاومت مصروف نبرد رویارویی با دشمن بودند، همیشه قلمشان را چون تفنگشان به زمین نگذاشتند. در هر دو جبهه همزمان رزمیدند و دستاوردهای زیاد هم داشتند. ما از این دریچه این چهره‌های تابناک تاریخ مبارزات انقلابی را معرفی نموده دستاوردها و حماسه‌های این جانباختگان راه آزادی و عدالت را برای رهروانشان و ملت رنجیدهشان یک به یک به خوانش و سرایش می‌گیریم. جنبش انقلابی چپ افغانستان افتخارات زیاد را از آغاز تجاوز سوسیال امپریالیسم روسیه و بعدش تجاوز امریکا کمایی کرده است. متاسفانه تعداد زیاد مبارزین با شهامت جانهای شیرینشان را در زندانها و جبهات جنگ از دست دادند. وظیفه هر یک ماست تا این شخصیت‌های شجاع و انقلابی را که زندگیشان را فدای منافع مردمشان نمودند و تا آخرین رمق مبارزه را ترک نگفتند فراموش نکنیم. یادهای عزیزشان را با یادآوری زندگی پرشور انقلابیشان و کارنامه‌های مبارزاتیشان گرامی بداریم. نگذاریم به فراموشی سپرده شوند. بدون شک اشعار و سرودها و زندگی پرشور مبارزین مشعل راه مبارزات انقلابی آینده خواهد بود. یاد تمام جانباختگان جنبش انقلابی چپ افغانستان گرامی باد.